من یه چیزی رو کشف کردم. وقتی یه نفر رو دوست داری، اون تو رو دوست نداره. بعد از اون ور اونی که تو رو دوست نداره یه نفر دیگر رو دوست داره که اونم اینو دوست نداره. بعد اینا رو ولش کن. از اون بدتر چیه؟ یکی هست که تو رو دوست داره ولی تو دوستش نداری. حالا نمیدونم فهمیدی چی شد یا نه. در کل مفهومش این بود که تو برای یکی میمیری که اون برات نمیمیره، اون برای یکی دیگه میمیره که اون براش نمیمیره، و یکی برای تو میمیره که تو براش نمیمیری. خدایا. من یه چیزی رو کشف کردم. وقتی یه نفر رو دوست داری، اون تو رو دوست نداره. بعد از اون ور اونی که تو رو دوست نداره یه نفر دیگر رو دوست داره که اونم اینو دوست نداره. بعد اینا رو ولش کن. از اون بدتر چیه؟ یکی هست که تو رو دوست داره ولی تو دوستش نداری. حالا نمیدونم فهمیدی چی شد یا نه. در کل مفهومش این بود که تو برای یکی میمیری که اون برات نمیمیره، اون برای یکی دیگه میمیره که اون براش نمیمیره، و یکی برای تو میمیره که تو براش نمیمیری. خدایا.